احمدشاه کاملزاده را برای رفتارهای غیر آیین‌ناموی از حزب دموکرات راندند. او از سابقه‌داران حزب و معاون رئیس آن بود. با نظر رئیس و همون طرفای دیگر هم که گویا رئیس است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و می‌خواهیم بایکوت کنیم، می‌خواهیم رئیس حزب جوشه‌ای وصلیم. خیلی از اداره حزب دموکرات گفتند که قرار بود روز 3 سپتامبر جلسه شورای حزبی دایر شود. به قول آنها چند عضو ریاست و سابقه‌داران نیتی برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند. خونه رستم اینا جمع آمده که بسان همه حکمت الله، رستم و این عبدالجبار خیلی مسئله کردن که ما همین کنفرانس اشتراک نکنیم. بعد این وقت ما کنفرانس میکنیم. در تاجیکستان با شما معلوم است که یگان حزب موافق قابل عمل نیست و یا حزب کیسگیان و یا حزب حاکم است. حکمت الله سعیدیان رئیس حزب ثبت نام نشده وحدت ماه اپریل سال 2015 با 5000 عضو به حزب دموکرات پیوست و یکی از معاونان شد. علت پیوستن را او مرکزگرایی هر دو حزب عنوان می‌کند. می‌خواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 90 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه نتوانستیم. سبب نتوانستن ما این بود که سید جعفر دائم مانع پیشرفت ما میشد. حکمت الله سعیدیان که حالا از سمت معاونت حزب برکنار شده است، میگوید او و احمدشاه کاملزاده و سابقه‌داران دیگر نیت تغییرات داشتند ولی نه تبدلات. ما دائم با اصرار از رئیس حزب عثمانزاده طلب میکردیم که فعالیت حزب دموکرات جانا کردن در کار. این پیشنهادهای ما با او قابل قبول نبود. برخی هم بر اینند که فعالیت حزب دموکرات با آمدن سید جعفر عثمانزاده جان گرفت. همین بچه‌ها متحد کرد. از نظر میرزا نوری‌دین سبب خارج کردن بعضی از اعضای حزب دیگر است. کامل صدر احمد جان کامل با رئیس اطاعت نمی‌کند و چند مرتبه زنگ می‌زند تلفن نمی‌بردارد. ما سعی کردیم که خونه حزب نمی‌رود. احمدشاه کاملزاده میگوید واقعا چند وقت از فعالیت حزبی کنار گرفته است. بنابراین به تبدلات آخر شریک دانستن او حیرت آور است. فعالیت حزب دیگر برای من مهم نیست. فعالیتش قناعت بخش نیست. ما چاره‌بینی‌های زیادی داشتیم که در اون چاره‌بینی‌ها باید برپا می‌شدن. مثلا آبرو و اعتبار حزب در اونجا نشان داده می‌شد. کارهای مهمتر در فعالیت حزب باید انجام داده می‌شد. همه کارا نشدن. طرفداران سید جعفر عثمانزاده برعکس میگویند حزب به کامیابی‌های نائل شد. ما همین حکومت خط همکاری اعلام کردیم رسما. خب حکومت میانم از رئیس حزب دموکرات در دوره شماسان هر یک مثلا همون کار جمعیتی و مثلا چه مثلا با دعوت میکنن اشتراک میکنیم. حکمت الله سعیدیان گفت با طرفدارانش از حزب دموکرات جدا شده دوباره به فکر تأسیس حزب وحدت برگردند. وقتی که مردمی که در 3 سال بودگی ما زیاده از 3 سال که یگان فعالیتی یعنی جاناکی نباشد استادن ما در این چه فایده دارد؟ به تأسیس حزب وحدت به قول میرزا نوری‌دین عامل‌هایی هستند که مانع میشوند. یگان حزب از نام‌نویس هم شده میتونه نام‌نویس هم کردن نمیتونه. این در عمل غیر چای این تماما کار نمیشه. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد میگوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر عثمانزاده تنها نماینده دموکرات‌ها در پارلمان تاجیکستان است.